به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو مهر. جاوید حسینی هستم و از صدای خانواده برنامه کاشانه مهر همراه شما خواهم بود. بنده و همکارانم برای شما عزیزان شنونده همه خوشی های روزگار و آبادی خانواده و کاشانه اتان را تمنا داریم. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن می شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همه فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. شنوندگان عزیز، همه می دانیم و بارها نیز شنیده ایم که مهمترین ویژگی دین اسلام تحکیم بخشیدن به اخلاق نیکو و حسنه می باشد. در همین راستا دین اسلام برای رابطه نیکوی بین زن و شوهر و استحکام بنیاد خانواده و نیز برای پیشگیری از اختلافات خانوادگی و پیشگیری از طلاق و جدایی ها بهترین وسیله را رعایت ارزش‌های اخلاقی می‌داند. در منابع اسلامی در این باره توصیه‌های فراوان شده است. اسلام ازدواج را پیمان مقدسی می‌داند که در بین یک زن و مرد بسته می‌شود و مهمترین هدفش نیز تأمین نیازهای انسانی و آرامش و انس زن و مرد با یکدیگر است. در این باره قرآن کریم در سوره روم آیت 21 چنین میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. از نشانه‌های خداست که برای شما از جنس خودتان همسران بیافرید تا به سوی آنان آرامش بیابید و در میان شما محبت و دلسوزی قرار داد، همانا که در این موضوع برای اندیشمندان نشانه‌هایی هست. در آیتی که برای شما عزیزان قرائت شد، آرامش خانوادگی به عنوان ثمره اصلی ازدواج معرفی شده است. پیمان زن و شوهری پیمانی است که در آن زن و مرد با تمام وجود به سوی همدیگر جذب می شوند، متحد و یک دل می گردند و در تمام ابعاد زندگی در خدمت همدیگر قرار می گیرند و در طول مسیر زندگی مأنوس و همفکر و همراز و یک هدف می مانند. اینچنین در آیتی یاد شده زندگی خانواده بر دو پایه نیرومند مودت و رحمت استوار گشته است. یکی از پایه های ازدواج مودت و علاقه زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. یعنی خوبی ها
و نقاط مثبت یکدیگر را مورد توجه قرار می دهند و از صمیم قلب همدیگر را دوست می دارند. همسران همدیگر را نعمتی ارزشمند از جانب خداوند و وسیله انس و الفت و آرامش و دلگرمی و شریک زندگی خود می شمارند و از این نعمت بزرگ قدردانی و سپاسگزاری می کنند. شنوندگان گرامی و همراهان عزیز برنامه کاشانه مهر، پایه دیگر ازدواج که در آیت 21 سوره روم به آن اشاره شده است، رحمت است و رحمت به معنای مهربانی و دلسوزی زن و شوهر نسبت به همدیگر است و این به این معناست که هرگاه یکی از همسران، زن و یا شوهر، در همسر خود ضعف دید و عیب و نقص را مشاهده کرد، با دیده ترحم و دلسوزی به او می نگرد و فکر می کند که او نیز یک انسان است و انسان بی نقص نیست، همچنان که خودش نیز بی عیب نیست. بنابراین دلش به حال او می سوزد و سعی می کند با نرمی و مدارا و از روی مهربانی و دلسوزی نقص او را برطرف سازد و اگر هم برطرف شدنی نیست، شریک زندگی خود را با همان حال می پذیرد و نقصانش را نادیده می گیرد و به زندگی مشترک و خوش خود ادامه می دهد. همدیاران عزیز، شنوندگان و همراهان برنامه کاشانه مهر، در انتها با آرزوی خوشنودی و خوشبختی و افزایش مودت و رحمت و محبت در خانه و کاشانه همه شما عزیزان، برنامه امروز را به پایان برده و تا کاشانه مهر دیگر شما بزرگواران را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org